ولی ازدواج ما بود، ناراحتی همه جور کشیده بودیم، همه جور. آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پا شدم خودم راحت کنم. بابا از این ناراحتی به چی خبره؟ رو تاریکی بود. پا شدم تناب برداشتم انداختم پشت ماشین، برم قال قضیه رو بکنم، برم خودکشی بکنم. برم رفتیم. اطراف میانه بود، سال 39. رفتم آقا، توتستان بود بغل خونه ما، نزدیک خونه ما. آمدیم تناب تاریک بود، تناب هر قدر می انداختیم گیر نمی کرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد، 2 مرتبه انداختم گیر نکرد، سومی آخر خودم رفتم بالا تناب گیر دادم. دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم، توت بود. چه توتی شیرینی، شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم. یه وقت دیدم هوا داره روشن میشه، آفتاب زده بالای کوه رفیق. چه آفتابی، چه منظره، چه سبززاری. یه وقت دیدم صدای بچه ها میاد، بچه ها مدرسه بود آمدن، دیدم من توت میخورم، گفتن آقا درخت تکون بده. ما هم درخت تکون دادیم، اینا خوردن. من که میکردم خوردم، بله خوردم. ما جمع کردیم آمدیم تو خونه. خانم ما هنوز از خواب بیدار نشده بود، آمدیم یه خوردم دادیم به اونم خورد، اونم کیف کرد. رفته بودم خودکشی کنم، توت چیدم آوردم اینجا. آقا یه توت ما را نجات داد،